سلام و درود خدمت دوستان. اینجاییم با قسمت سوم از واکتوری بازی 411-48 و ادامه ماجراها. بسیار عالی. این پول بیشو خودم افتاده و تو دنبالمون، ما هم دیمش کردیم رفت. ماشاءالله. احسنت. خب ما رو در حال سقوط داره نشون میده همراه با اون. اپیزود 3. بسیار عالی. سر بریده‌ش رو گذاشتیم رو زمین. با فرار از اون ساختمان وحشتناک و گشتن آپارتمان خودم، حالا میدونم که اسمم سینا تنتاست یا تنتا و احتمالاً درگیر ماجراهای عجیبی هستم. کلید این آپارتمان توی خونه من بوده ولی یادم نمیاد چه ارتباطی با اینجا دارم. و زودتر این آپارتمان رو بررسی کنم و از اینجا برم بیرون. خب اینجا ما اومدیم الان واحد 133. ببینیم چی میشه، ببینیم چیا دستگیرمون میشه اینجا. بسیار عالی. آباژور. بله خودش هم پشماش ریخته. چجوری هیولا رو کشته؟ خب اینجا جای تابلو من میبینم خالیه. بله بسیار عالی. این چیه؟ گله یه در با شیار باریک اندازه کارت، یعنی با کارت باز میشه. بسیار عالی. نزدیک بود خودم رو کشتم. یه سیم برق افتاده توی آب و یه چیزی هم اونجا توی آب است. چیه؟ کارته؟ شبیه کارت شناسایی. بسیار عالی. باید با یه وسیله غیر فلزی از توی آب برش دارم. خب آب جمع شده، سیمم لخت و شاید به کمک این کارت بتونم بفهمم صاحب این خونه کی هست. بسیار عالی. بله بسیار. خب باید با یه وسیله غیر فلزی این کارت رو برداریم. اینجا هم که بسته است. چیکار کنیم پس؟ ظاهرا یه چیزی داخل گوشه، یه چیز شبیه کارت. برش داره بینیم. بسیار عالی.
کارت شفاف. خب ظاهرا برای باز شدنش نیاز به اسکن دست هست و احتمالا اسکن دست صاحب این خونه. بعید میدونم با دست من کار کنه. اما شاید بد نباشه چند لحظه دستم رو روش نگه دارم و امتحان کنم. یه در دیگه زیر در اصلی در دستم رو روش بذارم نگه دارم. بذار ما هم بذارم نگه دارم. باز شد برا بچ. خب به چیزای جالبی داریم میرسیم. بله لامپم که سوخته. ما با چی ببینیم بس چی معلوم نیست چی. لامپ اینجا شکسته. بدون نور نمیتونم جایی رو ببینم. خب چیکار کنیم؟ بذاریم بدون نور. خب این آب شده. آها لامپ اینو بردم. خب تو برق از برق میکشیمش. بسیار عالی. این از لامپ عوضش میکنیم. بسیار حالا بزن. خب چیه بطری آب؟ این چیه؟ آها میشه برای برداشتن لوله کارت ازش استفاده کرد. بردار دیگه بر نمیدار. و این لوله به تنهایی کافی نیست. میشه بعد شاید بشه یه جوری از این بطری ها استفاده کرد. این چیه؟ یه چیز آها راه مخفی. یه قلاب ماهیگیری. خب یک ماسک شکسته. این ور دیگه چی نیست. بسیار عالی. برگردیم. خب اینو دیگه آها اینو زد روی هنوز برای برداشتن کارت مناسب نیست. خب از این بطری هم گفت باید میشه استفاده کرد. چاقو داریم اینجا. این بطری رو بطری حرکت نمیزنه با چاقو. آها برید. خب اینم بزن سر این و تمام. بسیار بریم کارتو برداریم بریم. شد بله
کارت اورگان 448. یه میتین هست اینجا، ولی ظاهرا فامیلیش میتین بوده نوشته این کارت. حالا مال هر کس که بوده بسیار عالی. بهتر هرچی زودتر از آپارتمان بریم بیرون. کی اومد؟ یه نفر وارد آپارتمان شد. کی شد؟ این کیه دیگه؟ اوه اصلا هم میکشه. برو سیرابی. حدس میزدم اینجا باشی لعنتی. اگه رئیس بفهمه اینجا پیدات کردم حسابی تعجب میکنه. درباره چی صحبت میکنی؟ من نه تو رو میشناسم نه رئیست رو. واقعا پس زودتر راه میافت. فونوس همه چیز رو به یاد میاره. اون توی این کارها متخصصه. زود راه بیافت وگرنه جنازت رو برای رئیس فونوس میبرم. با من نمیای؟ زارت. اوه زدتمون که درزش. خب اینجا یه ساختمانی داریم میبینیم شبیه کلیساه. پنجرهاش بسیار عالی. میدونی مهر طلایی چی هست آقای تنتا؟ من هیچی نمیدونم، هیچی. مهر طلایی یعنی نوح، یعنی ابراهیم، موسی و حتی محمد. خدایان و صاحبان این دنیا همیشه مراقب مهرهای طلاییشون هستن. خدا نوح رو از طوفان، ابراهیم رو از آتش، موسی رو از فرعون و محمد رو از دشمنانش بارها نجات داد. ظاهرا دستم خورده. منم از کشتار امشب نجات پیدا کردم. فونوس نومت به وسیله صاحب و پدر بزرگ حفظ شد. من از حرفای تو هیچی سر در نمیارم. واقعا امشب متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه پرواز من دچار تأخیر شد و نتونستم خودم رو به موقع مراسم برسونم که خب اگر به موقع میرسیدم احتمالاً من هم مثل بقیه برادرانم در کلیسای خورشید که در مراسم امشب شرکت کرده بودن الان دیگه زنده نبودم. حالا سوال اینجاست آقای سینا، چه اتفاقی امشب اینجا افتاد؟ کی به اینجا حمله کرد؟ اصلا تو چرا هنوز زنده ای؟ و اون دختر الان کجاست؟ آیا تو هم توی ماجرای امشب دست داشتی؟ من که گفتم من هیچی به یاد نمیارم. من مطمئنم کشته فجی کار تو نیست یا حتی کار تو به تنهایی نمیتونه باشه، چون اسمودوس همه اتفاقات امشب رو دیده. گرچه اون هیچ وقت به تو اعتماد نداشته ولی بهم گفت که کشتن اعضای کلیسا کار تو نبود. واقعا من میدونستم. عجله نکن آقای تنتا، من هنوز مطمئن نیستم که تو توی این ماجراها نقشی نداشتی. بنابراین اول باید بیگناهی خودت رو ثابت کنی. بیگناهی؟ البته نمیخوام برای اثبات بیگناهی از آتیش ردت کنم، چون اونقدر هم بیگناه نیستی. من چه گناهی مرتکب شدم؟ لطفا میونه حرف من نپر. زمانی توی اروپا به جای عبور از آتیش از شکنجه استفاده میکنم، اما من روش انسان دوستانه تری رو برات انتخاب کردم. چقدر فک میزنه. آماده برو بیارش. کیو میخواد بیاره؟ خب یه نفر رو با چشم دست و پای بسته بردن. خب اون آبلیسک رو بردار سینا.
چی؟ وسیله لعنتی رو از روی زمین بردار. برای چی؟ این مرد معروف به چکمه قرمز. البته یه زمانی بود. الان چکمه هاش رو براش آبی کردیم و داخلش رو هم با چسب سیوانواکریلات نه پر کردیم. برای هر انسانی شکنجه دردناکتر از این است که هویتش رو ازش بگیرن. البته اون بیشتر یه حیوانه تا یه انسان. یه جنایتکار. تا حالا آدم‌های زیادی رو کشته، حتی زن و بچه‌ها رو. مردن واقعا حقش. یعنی با کشتن این مرد شما حرف من رو باور میکنید؟ فقط چکمه قرمز رو بکش، اون وقت من تمام حرفات رو باور میکنم، حتی دست نداشتن در این اتفاقات رو. خب میگه اینو بردار ببینیم. من احساس میکنم نباید بکشیمش. بکشیم یعنی بقیه رو ما کشتیم دیگه. میگه بزن تو سرش. قرمز، حاله قرمز هم زد. یا اینو بزن. هیچ کدومو نمیزنم. آها اونا قرمز بود، سبز. بزنیم سرش. یعنی قرمز ها یعنی میزدیم یکی اینا رو اوضاع خیت میشد. عالیه، همونطور که انتظار داشتم. تو هیچ وقت برای ما هیچ کس رو نکشتی، حتی کسایی که واقعا حقشون مرگ بود. البته تو خیلی کارو برای ما انجام دادی، جز کشتن آدم. با این حال، با این عکس العمل مطمئن شدم که واقعا حافظت رو از دست دادی، چون تو همیشه با چکمه قرمز مشکل داشتی. کاری در حق تو کرده که شاید تنها کسی در زندگیت باشه که ارزش کشته شدن به دست تو رو داشته باشه. اون چیکار کرده؟ برای اینکه همه چیز رو به بیاری، پیشنهاد خوبی برات دارم. با من بیا. خب دوستان عزیز، به نظرم تا همینجا کافیه و تا یه قسمت دیگه و یک اپیزود دیگه شما رو به خدا میسپارم. ممنون از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید. خدا نگهدار.